سلام، شب شما بینندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه ان شاء الله. هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. اما 24 ساله که 27م تیر برای ما ایرانی ها یک روز خاص هست در تقویم سیاسی و اعتقادی ما. 27 تیر 67 روزی بود که ما قطعنامه 598 رو در اوج اقتدار نظامیمون پذیرفتیم و یک در واقع نقطه تاریخی شد برای ما. تو این 24 سال خب برخی حرف‌ها گفته شده و خیلی از حرف‌ها هم در این زمینه ناگفته باقی مونده. امشب در خدمت یکی از بزرگوارانی هستیم که مسئولیت حساس در اون زمان داشتن، چهره‌ای شناخته شده که سعی می‌کنیم از وجودشون استفاده بکنیم و بیشتر از ناگفته‌هایی که تا الان نگفتن برای ما در این زمینه صحبت بکنن و مسائل البته روز دیگری هم که داریم بتونیم از نظریاتشون استفاده بکنیم. ولی خب این مسئله برای نسل سوم چهارم انقلاب اسلامی ما که اکثرا جوان‌های بیننده شبکه جوان، شبکه سیاسی ما هستن، بسیار مهم هست و امشب می‌خوایم در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم. منم خیلی متاسفم که بعد 24 سال حالا باید بیام اینجا بشینم جلو تو، بعد تو سوال کنی من جواب بدم. علت تأسفم هم استراتژیکیه، یعنی یه خورده که بریم جلو برای هر آدم عاقلی روشن میشه. حالا برو سر سوالاتت. آقای دکتر، خب این قطعنامه 598 و چگونگی پذیرشش مثل یک جعبه سیاه رمزگشایی نشده است به نوعی، به خصوص برای نسل جوان ما. فکر نمی‌کنید موقعش رسیده بعد از 24 سال مقدار رمزگشایی بکنید به خصوص خودت؟ موقعش رسیده باشه یا نرسیده باشه، این خنده بی موقع تو برای چیه؟ ناکس؟ نه خیر، موقعش نرسیده. تو یه چیز خوب بفهم. اول امام تو 7 خطی دانه 7 داشت به نسبت مقام عظما و تمام دور و بریاش با هم. اگه میشد داستانشو گفت خودش میگفت. مثلا تو فکر کردی منتظر یه نابغه بوده مثل تو که وارد بحث آتش بس و زهر خوردن اینا بشی؟ امام زهر رو خوردن، بعدش هم مردن، تا آخرش هم نگفتن. این از اون جعبه سیاه هاست که اگه درشو باز بکنی بعد جور بوی بلند میشه، برات خوب نیست. خلاصه حرف امامم این بود که روند تصمیم گیری ایشون سر خوردن زهر به 2 دوره تقسیم میشد. دوره اولش مهم نیست، دوره دومش هم به کسی مربوط نمیشه. قطعنامه 598 که اشتباه نکنم 29 تیر 66 در واقع شورای امنیت تصویب کرد، ما 1 سال بعد پذیرفتیم، درسته؟ آره. این فاصله به خاطر چه بود؟ نگاه کن، آدم بستری قیفی رو هم یه ضرب نمیخوره، چه برسه به جام زهر. امام داشتن عقب جلو میکردن، بخورم نخورم میکردن، اینور اونور میکردن و بالاخره هم خوردنش. من حالا می‌خواستم اینو بپرسم، با این حال صحبت برنامه البته ربطی به موضوعمون نداشت، ولی طرحی شما داده بودید حالا در مورد اینکه پیروزی نهایی برای جنگ فراهم بشه، طرح خیلی مفصلی هم بود. حالا معلوم نشد نامش رو دقیقاً معلوم نشد برای حضرت امام نوشتید یا فرد دیگری. در این مورد هم توضیح میدید که چگونه طرحی رو پیش بینی کرده بودید، چه طرحی رو طراحی کرده بودید و اینکه حالا یه صحبت هم می‌خواستم بکنم مثلا خودتون جدا از قطعنامه این نقطه رو برای پایان جنگ مناسب می‌دیدین؟ ببین دیگه این سوال چقدر پرته که خودت هم اولش میگی ربطی به موضوع نداره. بقال که بگه ماست من ترشه، اون ماستو باید ریخت بیرون. نخیر، راجع به این طرح هیچ توضیحی هم نمیدم، ولی یه نکته رو بهت میگم داشته باش که به دردت میخوره، برای آینده‌ات خوبه. از همون اول که من اومدم تو این برنامه دیدم تو نشستی، گفتم این چه بدشانسیه که ما تو مجری میاریم. اگه بلیت بخت آزمایی بخرم با این شانس، فکر کنم 6 ماه زندان برنده میشم. بعد گفتم نه، شاید مرغ همسایه قازه که به نظرم مجریای همه برنامه‌ها عاقل‌تر از شما مشنگایی میایین که مجری برنامه من میشین. بعد دیدم نه، الان دیگه مرغ همسایه نمیتونه قاز باشه، با این قیمت مرغ قاز همسایه مرغه. وارد بحث گرونی نمیشم، ولی با موز کیلویی 4000 تومان فقط به میمون حسودیمون نشده بود که اونم شد. داشتم اینو میگفتم که اینو از من داشته باش که کلا یه نوع مشنگی تند و زننده‌ای تو رفتار دیده میشه با این ادا اطفارات. حواستو جمع کن نذارم تو کاست. والیبال که بازی نمی‌کنیم، دفاع می‌بندی این طرف اون طرف موقع حرف زدن. خجالت بکش. بریم یه بخش ببینیم و برگردیم فضای گفتگو رو عوض کنیم.
فکر کنم صحبت‌های مقام معظم رهبری است در سال 75. صحبت هر کی باشه برای من قطع نکن که نفستو قطع میکنم. برای من مقام معظم رهبری خرج نکن ناکس، اونم سال 75. بلا نسبت دهن من وا نکن که بگم الانشون کی به چی قبول داره که سال 75شون چی باشه. برو سر سوالات درست حسابی. تو قرار شد که بحث سوریه رو نکنی، بحث بستن و نبستن تنگه هرمز هم نکنی که آخر شکر بخوریم، بحث استیضاح مالکی هم نکن، بحث گرونی و مشکلات داخل هم نکن، بحث مذاکرات هم که اصلا نکن. با این باقری مشنگ که پا شد رفت تو محل نامعلوم پشت در بسته با اون طرف ملاقات کرد، مذاکره کرد، دستاورد چمی بود که این دفعه قرار مذاکره بعدی رو نتونست اعلام کنن. خجالت هم خوب چیزیه. یه موضوع دیگه خودت پیدا کن بپرس ببینم چه کار میکنی. اون زمان بالاخره ما با تحریم‌های هم مواجه بودیم، تحریم‌های همه جانبه‌ای که تو زمان جنگ بود. ولی اگه بخوایم یک درسی که از اون زمان گرفتید برای الان که بتونید برای ما بگید که چطور ما بتونیم از اون درسایی که اون زمان برای تحریم‌ها گرفتیم الان استفاده بکنیم، چه می‌فهمید؟ درس اینه که حرف به اندازه دهنت بزن، گندگویی نکن، میزنن فکتو پیاده میکنن. همون روز که سردار فدوی گفت آی تنگه میبندیم، بهش گفتم پشه که مست کنه میره جلو کارخونه پیف پاف عربده میکشه. مجبور کردن سردار فیروزآبادی رو با اون وضعیتش بدبخت بیاد تو صحنه بگه شکر خوردیم. مگه مریضی این کارو بکنیم؟ خب از اول خودمون نکنیم دیگه. جوانای ما در مورد تحریم کار خیلی هنرمندانه کردن، ما چند وقت نشون بدیم. آماده است با هم ببینیم برمیگردیم این صحبت آخر. تو از اول من نیورده بودی بحث گوش کنی. انگار یه جنسی می‌خواستی که برنامه‌ت رو باهاش جور کنی. ناکس هی تا میام جواب بدی میگه بریم یه چیزی ببینیم. مگه من چیز نیستم که منو ببینین؟ ناکس مرحوم عووی همیشه می‌فرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، می‌فرمودن که یارو به رفیقش گفت قسم می‌خوری منو به خاطر پولام دوست نداری؟ رفیقش گفت آره 1000 تومان بده تا قسم بخورم. تو هم داستان عین همون یاروه. استراتژیست درست حسابی برای تو اصلا زیادیه، رو دل میکنی. برو همون بخشای خودت رو تماشا کن، لازم نکرده با من مصاحبه کنی.